سلام، بنده امیر رسولی هستم. میخوام یه روش ریختیگری براتون نشون بدم داداشیا. همراه من باشید. انشالله همه ریختیگری اینا رو برای شما من توضیح میدم دونه بدونه. آره همراه من باشید. بیاید تو. آره داداشی، همینطور که میبینی داداشی، این بار رو که میبینی این کلا مثل علبه. خب اینا داداشی کلا اینا میره تو اینجا. بیا دنبال من. آره تاریکه دیگه، برق رفته داداشی، واسه همین یه ذره تاریک. آره در اینجا اونو که میرزیم تو کوره اینجاست بار میشه، فهمیدی؟ میبینی؟ آره بعد میرزیم تو قالبه، ازش میدونی چی در میاریم. آره دنبال من بیا تا من نشون شما بدم چی ازشون در. بیا اینجا. آره فهمیدی چی شد؟ بعد آقا تمام اونایی که در میادم اونجا ایناست، ببین اینا رو. آره اینا بعد چی میشه؟ میشه شیرالات ریختیگری. آره اومدم از کارم برای شما توضیح بدم. من الان لباسکارم داشتی، فهمید چی میگم؟ لباسکارم دیگه. با لباسکار اومدم. آقا نگید تو لباس نمیدون چرا عوض نکردی، چرا اینجوری نکردی. آره کارگرم دیگه خلاصه. حالا یه چیز دیگه هم میخوام نشون شما بدم. آره فعلا هم بر رفته دیگه. آره بیا دنبال من. اینا رو که میبینی کلا ماسه است. آره دونه به دونه از کار من توضیح میدم دیگه. اینا رو که میبینی کلا ماسه است. آره بیا دنبال من. بعد اینا تمام قالب مالبا اینجاست. آره اینا رو میبینی تمام اینجا قالب مالباست. این قالب مالبا که هستش این ماشا ازشون در میاد. اینا رو میبینی، اینا میره اونجا. بعد آقا اینا که میره اونجا، اینا کلا اینا چی میشن؟ اینا همون ریختیگری میشن. آره تا ویدیو بعدی انشالله همراه من باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دم همتون گرم. مرسی، خدا نگهدار.